ارتش ایران طی برنامه‌ای که در سال 2020 رونمایی شد با ارتقای BTR 50 از نفربر جدید مکران رونمایی کرد. نفربر مکران از موتور 6 سیلندر با قدرت 240 اسب بخار بهره می‌برد که بر روی جاده به حداکثر سرعت 44 کیلومتر در ساعت و بر روی آب به سرعت 11 کیلومتر بر ساعت دست می‌یابد. یکی از نکات مثبت این ارتقاها وجود برجک تمام اتوماتیک و بدون سرنشین بر روی شاسی این نفربر است که توسط توپچی از درون نفربر کنترل می‌شود. سلاح اصلی این نفربر عبارت است از توپ 30 میلیمتری 2A42 روسی، تیربار هم محور 7.62 میلیمتری پیکاتی روسی و 6 نارنجک انداز دودزا بر روی برجک. زره نفربر مکران تقویت شده تا بتواند در برابر گلوله‌های کالیبر 50 مقاومت داشته باشد. این تقویت باعث شده که نقطه ضعف اصلی زره نفربرهای BTR 50 قدیمی برطرف شود. دیگر ارتقای نفربر سایت کنترل آتش دید در شب و حرارتی با برد تشخیص 4 کیلومتر و مسافت‌یاب لیزری تا برد 10 کیلومتر است. این ارتقاها باعث می‌شود این نفربر قابلیت حمل موشک‌های ضد زره هدایت شونده نیز داشته باشد.